گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصر علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 86. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. دوم، شورش سال 1916 و اهمیت آن. تأثیر خرابی آور جنگ سال 1914 و اقتصادیات روسیه. اولین جنگ جهانی سال 1914 سر شد و روسیه پادشاهی یکی از شرکت کنندگان اساسی آن بود. اما می نویسد بابا جان غفورov، این جنگ به وضع اجتماعی و اقتصادی روسیه و مستملکه های آن تأثیر نهایت خرابی آور رسانید. پیش از همه واردات اشیای صناعتی به آسیای میانه به مراتب کم شده، صادرات اشیای خام برعکس افزایش یافت. با پست شدن نرخ پخته، ساحه پخته‌کاری رو به خرابی آورده، باعث در سالهای 1915 1916 به میان آمدن بحران گردید. بغیر از این اندازها خیلی افزوده اسبها را برای احتیاج جنگ می‌غنداشتند. نرخ مالهای سرمصرف با سرعت زیاد می‌گردید. در عرفه جنگ یکم جهانی در کشور ترکستان فعالیت سازمان‌های سوسیال دموکراتی از نو جان گرفت. در خوجند گروه‌های سوسیال دموکراتی با راهبری ایوانیتسکی عمل می‌کرد. به این محفل‌ها جورا زاکیروف، عبدالقادر رحیمبایف، رحیمبردی، ایگنبردیف و دیگران نیز اعضا بودند. چون این کمیته ها در بین راه آهنچیان خوجند و ایستگاهی دراگمی و نیز عمل می کردند. 25 ایون سال 1916 هنگام حاصل غنداری فرمان پادشاه روس درباره سفربری مردهای اهالی محلی تبعه ایمپریا به کار ساختمان انشاءات مدافعه در محل ارتشی عمل کننده و همچنین برای انجام هر گونه کارهای برای مدافعه ولایت ضرور برآمد. طبق این فرمان مردهای از 19 تا 44 ساله ولایت‌های سیردریا، فرغانه، سمرقند و دیگر ولایت‌های ترکستان باید به کارهای عقبگاه سفربر می‌شدند. هر یک ولایت باید تعداد معینی مردی کار می‌داد. البته شخصان دارا، عملداران، قاضی و ملاها فرزندان خود را سفربر نمی‌کردند. تمام وزنینی باز هم به دوش مردمی عادی افتید که عاقبت به شورش کلانی مردمی آورد. سرشوی و جریان شورش.
آشوب‌های اولین در شهر خوجند سر شدند. از روی نقشه اویزد خوجند باید 9000 مرد کار میداد. به مرد کارگیری 14 ایول سال 1916 باید شروع می شد. گوبرناتور حربی سمرقند ان.اس. لیکاشین روی راست تهدید میکرد که در صورت سرکشی با استفاده سربازان آدمان را سفربر می نماید. این تهدید خشم و غضب اهالی اویزد خوجند را باز زیادتر نمود. سردار گرنیزان محلی روس پالکونیک ای به روبخ می نویسد که 4 ایول روزانه در شهر خوجند ازدحام کلان مردم به اداره پلیس آمده طلب کردند که روی خط مردکارانی به کارهای عقیبگاه فرستاده می شده بیکار کرده شود. کوشش های آرام و پراکنده نمودن ازدحام نتیجه نداد. سربازان قطاری دسته قراولان خوجند را ازدحام به سلاح نموده سنگباران کرد. تنها با استفاده یراق سربازان ازدحام را پراکنده نمودند، ولی در رفت آن 2 کس کشته و 1 کس مجروح شد. واقعه های خوجند به شور و آشوب های آموی سراسری کشور ترکستان ابتدا گذاشت و به زودی در تاشکند و دیگر ولایت ها پس هم شورش ها به عمل آمدند. شورش تمامی قلمرو کشور ترکستان را فرا گرفت. در این شورش نه فقط اهالی شهر خوجند بلکه مردمی دهه های اطراف نیز فعالانه شرکت نمودند. اصلی واقعه تأکید می نماید بابا جان غفورов چنین بود. وقتی پریستوی پلیسیا فرمود که بیگاهی 3 ایول در صحن مسجد شیخ مصلح‌الدین با کلان شونده های محلی ملاقات می کند، در آنجا 100 آدم جمع شد. پریستو به فشار عامه ایستاده نتوانسته فرار نمود. روز دیگر در شهر یک نوع نمایشی شد. مرد و زن، پیر و کمپیر، خرد و کلان، بچه و کچه همه به سوی گذر آخون رفتند که در آنجا اداره آقسقال واقع بود. آقسقال میرزا موینوف و پریستو اوستیمویچ این قدر آدم را دیده زود وعده دادند که دیگر روی خط ترتیب داده نمی شود. بعد این مردمی آتشین و پرغضب که شمارهشان به 6-7 هزار رسیده بود به طرف شهر نو روان شدند. قاضی بزرگ خوجه و کامل جان عالمجانوف نام بایهای شهر پیش راه ازدحام را گرفته از راه گرداندنی و پراکنده کردنی شدند، ولی مردم آنها را هم گریزاندند و اداره پریستف را پیچانیده گرفتند و طلب کردند که روی خط مردکاران فوراً نابود کرده شود. پلیس‌ها از غضب مردم ترسیده اندرون بینا پنهان شدند. انا در همین لحظه سربازان پیدا شدند، دسته پاسبانان خوجند پیش برآمدند و یک جایه با پلیس‌ها تیر گشادند. این حادثه به حرکت بزرگ مردمی ابتدا گذاشت. برابر دهه‌های اطراف شهر ساکنان دیگر شهر و محل‌ها نیز به خوجندی‌ها پیوست شده بیکار نمودن مردکاری را طلب نمودند. قسطکوزی‌ها، اوراتیپگی‌ها، اسفساری‌ها، ساکنان ولوس قانچی و دیگر محل‌ها به این شورش همراه گردیدند. مأموریت محلی پادشاهی از مرکز با اصرار فرستادن قوه‌های علاوگی و اسلحه از جمله پولمیات طلب میکرد. تنها پس از آن که به آسیای میانه قسم‌های نوی ارمیه آمدند شورش پخش کرده شد. قوه اساسی شورش دهقانان و کاسبان بودند. در ناحیه‌های زراعتکاری مقابلیت شورشگران به درجه سخت شد که گنرال گوبرناتور ترکستان با استفاده ارتش و ارتیلری آن را پخش کرده توانست. در امارت بخارا هم شور و آشوب‌ها از ابتدای سال 1916 پیش از همه در کتاب، شهر صبر، یکباغ و چراغچی وسعت یافتند.
دهقانان به شور آمدند که امیر برای ساختمان راه آهن بخارا ترمیز زوراً سفربر کرده بود. شورش سال 1916 خاراکتری استیخیوی داشت. نه در همه جا عاموی بوده، شورشگران نقشه یگانه عملیات نداشتند. در بعضی نواحی آسیای میانه جاسوسان کشورهای خارجی مخصوصاً ترکیه شورش را به حرکت عاموی ضد روسیه تبدیل دادنی شدند. شورش بیرحمانه پخش کرده شده، مردم به مردیکاری سفربر شدند. مردیکاران آسیای میانه در ساختمان انشاءات مدافعه، در کارخانه های صناعتی، در زمین های زمینداران کلان کار میکردند. شرایط کار و زندگی آنها نهایت وزنین بود. اساساً در زمین کنها زندگی میکردند. سیوم، انقلاب بورژوازی دموکراتی فوریه سال 1917 و اهمیت آن در حیات خلق تاجیک. مؤلف تاجیکان تأکید می نماید که جنگ یکم جهانی امپریالیسم جهانی را ضعیف کرد. کارگران و عسکران روس 27 فوریه سال 1917 در پتروگراد شورش برداشته، پادشاه را از تخت سرنگون ساخته. شورای وکیلان کارگران و عسکران را تأسیس دادند. انقلاب بورژوازی دموکراتی در تمام روسیه غلبه کرد. شوراها از نمایندگان اسرها، سوسیال ریولوشنرها و منشویک ها نیز عبارت بود و آنها حاکمیت را به دست گرفته حکومت موقتی تأسیس دادند. در مملکت دو حاکمیتی به وجود آمد. انقلاب به مردم آسیای میانه نیز تأثیری کلان رسانید. در روزهای اول انقلاب در تاشکند، سمرقند، خوجند، خوراتپه، بخارای نو شوراهای وکیلان کارگران و عسکران تأسیس داده شدند. مردم تاجیک کشور ترکستان نیز به مبارزه ها همراه شده، نمایندگان آنها اعضای شوراهای گوناگون می شدند. دو حاکمیتی در اینجا در آن ظاهر می گشت که در برابر شوراها کمیته ترکستانی حکومت موقتی چون مقام عالی حاکمیت تأسیس یافته بود. حکومت موقتی که می‌خواست ترتیبات کهنه را نگاه دارد، گنرال کوراپاتکین را در وظیفه‌اش نگاه داشت. محدودیت‌های ملی بیکار کرده نشدند. کارگران مثل پیشین در عذاب بودند. بورژوازی ملی می‌خواست حرکت ملی آزادی‌خواهی خلق را به منفعت خویش استفاده برد. انقلاب فوریه سال 1917 را جدیدان با شادی استقبال نمودند. ماه مارس سال 1917 در تاشکند سازمان بورژوازی شورای اسلامیه تأسیس یافت. ماه مارس سال 1917 میلتچیان بورژوازی آسیای میانه در تاشکند انجمن مسلمانان ترکستان را دعوت کردند. مقصد اساسی آن پهن نمودن غایه‌های پن اسلامیسم و پن ترکیسم بود. جدیدان و پیروان آنها صاحب اختیاری و خود اداره کنی ترکستان را طلب کردند. پیشوایان جدیدان بهبودی، عبدالرشید فطرت به ترغیب تشویق غایه‌های پن ترکیسم اهمیت داده بین مهنتکشان محلی و کمبغلان روس نزاع می انداختند. در این کار توران نام گروهی بورژوازی ملی بعدتر نام تشکیلات فدرالیستان ترک را گرفت فعال بود. سازمان‌های محلی بورژوازی شورای اسلامیه و سازمان فیعدلی و دینی علما غایه‌های پن اسلامی و پن ترکی را ترغیب می‌کردند. راهبران این سازمان‌ها اهالی ناآگاه محلی را به مقابل بلشویک‌ها اغوا می‌دادند.
مثلا در خوجند سازمان شورای اسلامیه آوازه پهن کرده بود که گویا بلشویکان مال و ملک مردم را کشیده گرفته، رسم و آیین دینی را منع کرده، دین مسلمانی را نصب می کنند. در ماه‌های اول انقلاب به نمایندگان حکومت موقتی میسر شد که قسم اهالی را از پس خود برند، ولی به زودی مردم باوری حاصل نمود که بایهای محلی از حساب برادران همخون خود بایتر می شوند. مردکاران سابق به میدان مبارزه سیاسی وارد می شوند. فعالترین آنها در شمال تاجیکستان جورا زاکیروف، عبدالقادر رحیمبایف و دیگران بودند که مین بعد در برقرار نمودن حاکمیت شوروی در شمال کشور سهم گذاشتند. تأسیس شوراها و بالاروی وضعیت انقلابی و اهالی امارت بخارا به تأثیر مانده نمی توانست. در اینجا جدیدان فعال بودند، ولی به گذرانیدن اصلاحات سیاسی به منفعت خلق کوشش نمی کردند. امیر بخارا برای آرام کردن خلق 7 اپریل سال 1917 درباره اصلاحات منیفست برآورد. جدیدان از وعده های خشک و خالی امیر به وشت آمده با شعار زنده باد امیر آزادی دوست به نمایش برآمدند، ولی به تعقیب امیر دچار شدند. به خصوص مردم عادی و خادمان ترقی پرور به تعقیبات سخت دچار شدند. در این روزها زندانها از بندیان پر بودند. با فرمان امیر صدرالدین عینی را دستگیر کرده 75 چوب زدند و به زندان پرتافتند. او را اسکران روس نجات دادند. حکومت موقتی و نمایندگی روسیه در بخارا و امیر عالم خان بے پروا بودند. ارتجاع در بخارا موقتا تنتنه کرد، اما روح انقلابی عامه مهنتکش روز از روز بالا می رفت. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیده. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 86. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.